الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران و پدران و مادران عزیز، از الله بسیار مهربان خواهان او هستم که خداوند محبت شما را، میل شما را، خواهش شما را با بسوی دینش زیاد بگرداند و خدای مهربان این لحظه هایی که در روبروی یکدیگر نگاه داریم، حضور داریم، خدای مهربان آن برکات و خیری که در این لحظه ها هست در نامه اعمال ما و شما نویسنده گرداند و از خدای مهربان خواهان او هستم که باز هم توفیق هامونه، محبت هامونه، میل هامونه، خواهش هامونه، صدق ما و شما را، یقین ما و شما را به سوی دینش باز هم زیاد بگرداند. از الله مهربان خواهان او هستم که خداوند گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت کند. خدای مهربان بیماری های ما و شما را شفای کامل نصیب گرداند. مسافرهای ما را، برادرای ما را، خواهرایی که از وطن دورین، هر جا باشین خداوند سفرهاتون را خیر و نیکی، کاراتون را برار و کشایش نصیب گرداند. از الله مهربان دعا میکنم که خداوند در این دیار عزیز ما و شما، در این مملکت و وطن ما و شما همیشه خیر و نیکی ها و برکت نازل کند و آفت و بلاها را خدای مهربان دور گرداند. برادران عزیز، الحال میخواستم در این لحظه هایی که قرار داریم یک چند سوالی در پیش من که خیلی سوال های زیادن، من با قدری گنجایش، با قدری همون توانایی که دارم، من برای شما این سوال ها را انشاءالله جواب میگردانم. خدا برکت یا آن کسانی را که برای ما سوال ارسال میکنند و خداوند توفیق دهد که بعد گوش کردن این ما و شما پایبندی این شنیدگی هامان الله مهربان بگرداند. میایم به سری سوال ها. سوال اول: من صاحب دو دخترم، بار سیوم حامله شدم اما در نصیبم نبود. بعد چند وقت خواب دیدم که مرد پشتش طرفم گردانیده بود و گفت که این دفعه پسردار می شوی، باید نامش را قاری عبدالمؤمن مانی و من نام بنیامین را دوست می داشتم. با گفتم او چیزی نگفت و رفت. خواهش میکنم درباره همین نام و خواب کمتر معلومات میدادید. خدای مهربان اولا خواهر عزیز که از ما سوال کردن دو تا دخترچه دار بوده است و در خوابش نفری را دید است که با این خواهر ما گوش زد کرده است که این دفعه مقصد شما پسردار میشوین و نام او را عبدالمؤمن گذارید. و این خواهر ما گفته است من نام بنیامین را دوست می‌دارم، او چیزی نگفت. خواهر عزیز، اولا خدای مهربان شما را صاحب فرزند صالح، همون پسری که اگر خواهش شما باشد، طلب شما باشد، الله مهربان هیچ
دستی را خالی بر نمی گرداند. خدا شما را صاحب همون پسر بچه گرداند. و البته نام عبدالمؤمن، خواهرای عزیز، هر یک نامی که در ابتداش اگر عبد باشد، مثل عبدالمؤمن است، عبدالرفیق است، عبدالجمیل است، عبدالستار است، یعنی وقتی در ابتداهاشون نامهای وقتی کلمه عبد می آید، البته این محبوب ترین نامها به سوی خداوند به حساب می رود. غیر نام عبدالرسول، عبدالنبی، عبدالخلیل که اینها در پشت عبد باید نام از نامهای الله مهربان یا صفت از صفتهای الله مهربان باشد. از این لحاظ ما میتونیم برادرای عزیز محمد رسول گوییم، محمد نبی گوییم، یا خلیل با طریق خلیل خالی گوییم. اینها البته بهتر می شود. از این لحاظ همین نامی که اگرچه در خوابم که شما شنیده باشین عبدالمؤمن نامی زیبا هست، خدا اگر این بچه را نصیبتان گرداند همین نام شما خواهر عزیز گذارین. الله مهربان عمر دراز و ایمان کاملش دهد. سوال دیگر، حاجی شما را در خواب دیدم که کمربند بر میانم میبندید، این چی باشد؟ کدام خواهری هست یا دادری هست؟ از ما سوال کردن که در خوابم شما را دیدم که یک کمربند در میان من میبندید. چی تعبیر داشته باشد؟ اصلا من خواهرها و برادرای عزیز خواب را تعبیر کردن نمیتونم. این به خودش یک علم الهیده هست که من از علم تعبیر هیچ آگاهی ندارم. و این خاطر انشاءالله فقط اینقدر گفته میتونم که هر یک خوابی را که با خوشی میبینی، با نیکی میبینیش، انشاءالله خیر است. و اگر امکانات هم باشد بعد هر یک خواب دیدن شما مقصد یگان احسان یا خیر کنین که اگر بد باشد خدای بگو با نیکی مبدلش کن، اگر خوب باشد خدای حاصلش کن گفته، انشاءالله همین یک راهش همینه. ولی تعبیرها را من از عهدهش برآمدن نمیتونم. خب استاد جان، من در سوال و جوابهای شبکه های دیگر تماشا کردم که بعد نماز دعا کردن بدعت است. ما چی کنیم؟ جواب قانع کننده میخواهیم. این برادری عزیزی ما از ما خواهش کردن که خلاص کدام شبکه های را گوش کردن و تماشا کردن و در اونجا دعا کردن از پشت نماز، دعا کردن از پشت نماز اون نفری که در گویم شبکه برآمد میکرد بدعت گفته است یا نادرست گفته است. اولا برادران عزیز و گرامی، من چندین بارها به شما مراجعت کرده بودم، باز میکنم که هیچگاه مسئله و مسائل از هر گونه شبکه ها شما برادرای عزیز جستجو نکنین و از گفته اونها هیچ مسئله های را شما در عبادت هاتون ضم نکنین. الحمدلله رب العالمین برادرها خواهرای عزیز، امروز در ملک ما و شما، در تاجیکستان ما و شما بینین اینقدر امکانیت ها. حاضر من همین سوال و جواب هایی که با شما میکنم، من از همین امکانیت های امروزه، از همین شرایط و وقت های مناسب استفاده برده به خاطر همین که در شما یگان شبهه ها یا یگان مسئله های غیر مذهب ابو حنیفه داخل نشود، من وقتها جدا میکنم، صحیفه کشادم تا که با شما سوال جواب کنم. و همانند منم برادر عزیز در این دیار ما و شما داملا هستند، رقم های تلفنشان هستند، شما از اینها مسئلاتون پرسید.
زیرا بسیاری از شبکه هایی که با شما سوال و جواب میکنن اونها پیرو هیچ مذهبی نیستن، یعنی اونها مقلد به مذهب نیستن. از این لحاظ مسئله های اونها اکثریتش با مسئله های یعنی مذهب ابو حنیفه هیچ موافقت نمیکنه. برای همین دادرای عزیز من همیشه که راستی مانده هم شدم یا ممکن بعضی تا دل هم گرفته باشم که دایی من شما را دلالت به مذهب ابو حنیفه میکنم، ولی در این دلالت من چه حکمت ها و چه سیره ها هست شما برادرای عزیز از بسیاری اینها آگاهی ندارید. برای همین هر چیزی که دلالت کردیم انشاءالله ما برای خیر شما هستیم. انشاءالله ما از شما همیشه میخواهیم که نیکی بیرون شود و خواهش ما هم این است که شما با پروردگارتان انشاءالله از همین طریق مذهبم راه درست و راه حق میابید. زین لحاظ همیشه سوال هاتون از داملاهایی که پیروی از مذهب دارند، مذهب ابو حنیفه، از اونها پرسید. خدا خواه برای شما جواب میگویم. نه دعاهایی که از بعد نماز هست، من یک چند مثال برای شما حاضر، یک چند حدیثایی که از پیامبر من ثابت است من میگویم، بعد در اخیرش خلاصه من باز بیان میکنم. در پیش من برادر عزیز کتابی جناب خواب صحیح مسلم ابن حجاج قشیری نیشاپوری، جناب صحیح مسلم که به همه ما و شما معروف و مشهور است، که یکی از کتاب های بگیم 6 کتاب سیهای سیته ما، یکی اگر اول امام بخاری باشد پشت او این امام مسلم است. اینجا آمدیم باب دارد، در باب 26 استحباب ذکر بعد از صلات بیانی هست. اینجا حدیث آمده است، من همه راوی ها را نخوانم وقتی زیاد نگیریم. میگه وقتی که رسول اکرم که حدیث جناب ولید از اوزاعی و از ابی عمار و که میگه این ابی عمار اسمه شداد ابن عبدالله ان ابی اسماء گفته ان ثوبان، چند نفرهایی را که در اینجا آمده است راوی های حدیث، میگه وقتی پیامبرمان از نماز فارغ میشد، یعنی وقتی نمازشون که تمام میشد، ببینین حضرت دعا میکردن. اللهم، اول میگه انا 3 بار استغفر الله میگفتن، استغفر الله استغفر الله. بعد از آن اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال و الاکرام. این را بعد نماز حتی میگه در دام حدیث بینید قال الولید، ولید گفت که فقلت لاوزاعی، ولید میگه من از حضرت اوزاعی پرسیدم. چی پرسیده است؟ کیف الاستغفار، چخیل استغفار چخیل گفته می شود؟ قال تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، یعنی 3 بار حبیب خدا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعد از در دوام این اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال و الاکرام گفته. حدیث دیگر برادران و خواهران عزیز، حدیث ابو بکر ابن ابی شیبه ابن نمیر، یعنی آوردن از ابو معاویه از عاصم از عبدالله ابن حارث ان عایشه مادرمان کان نبی صلی الله علیه و سلم اذا سلم لم یقعد الا مقدار ما یقول. وقتی پیامبر نماز که تمام میکرد میگه از جاش بلند نمیشید تا این زمانی که این دعا را نمیکرد. چی دعا را میکرد؟ بین اللهم انت السلام و منک السلام تبارکت ذا الجلال و الاکرام، یعنی از جاشون بلند نمیشدن تا همین دعا را از پشت نماز نمیکردن، یعنی حتما این دعاها را در پشت نماز میکرد. بعد حضرت مقصد از جاش بلند میشید. حدیث دیگر، حدیث 593 حدثنا اسحاق ابن ابراهیم اخبرنا جریر
عن منصور عن مسیب ابن رافع آمده یعنی راوی حدیث میاره. بعدا میگه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان اذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. این هم برادرای عزیز که اصحاب پیامبر روایت کردند که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعدی تمام شدن نماز وقتی سلام میدادند چی میگفتند؟ لا اله الا الله. بین لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. این هم حدیثی هست که پیامبرمون بعد نماز میکردن. حدیثی دیگر حدثنا محمد ابن عبدالله ابن نمیر آمده میآید. خب حضرت میگه یقول دبور کل صلات، هر یک پشت نماز پیامبرمون چی میگفته است؟ میگفته است که لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. این هم حدیثی که 594 رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد نماز. حدیثی دیگر برادرای عزیز و گرامی، اینجا یک حضرت عاصم ابن ناظر التیمی حدثنا معتمر حدثنا عبید الله و آمده می آید انا گفتن ان فقراء المهاجرین آتوا رسول الله صلی الله فقالوا ذهب اهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا يصلون كما نصلي يصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدقوا ويعتقون ولا نعتقوا. برادرای عزیز میگه اهل فقرای مهاجرین کمبغلهای نادار و بی شرایط پیش رسول اکرم آمدن. گفتن حضرت انا برادرای ما گفتن مثل ما نماز میخوانند، مثل ما روزه میگیرند، برادرهایی که ثروت دارند، امکانیت دارند. اونها گفت از ما بالاتر و بلند مرتبه شدند. برای چی؟ به خاطری که اونها صدقه میکنند، ماها مالی صدقه نداریم. اونها بسیاری از بنده های خدا را از بندگی و غلامی آزاد میکنند، ما مبلغ نداریم. یعنی اونها با این عملهاشون مقام و مرتبه یافتند. ای پیامبر نازنین ما چیکار کنیم که به درجه اونها برسیم؟ پیامبرمون چیشون گفت؟ گفت فقال رسول الله صلی الله علیه و افلا اعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون احد افضل منكم الا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مره. پیامبر گفت که بعد هر یک نماز 33 باری سبحان الله بگین، 33 باری الحمدلله بگین، 33 باری الله اکبر بگین، شما به مقام و منزلت اونها میرسید. شما هممون گویم ثواب و درجه اونها را میگیرید. وقتی اینها ایرا گفتن، باز همون آدمای امکانیت‌دار که درکدار شدن، اونها هم باز پشت نمازشان این تسبیح ها را گفتن. باز آمده گفتن حبیب خدا، اونها هم باز از همین عملی که ما را تعلیم دادی، اونها هم از همین عمل اجرا کردیستن. با چی کار کنیم که اونها را گذاریم؟ اینجا در بعد برادرای عزیز پیامبرمون چی گفت؟ گفت ذالک فضل الله یؤتی من یشاء.
اکی فضل خدا هست گفت که الله به اونها داده است. چقدر در تاجیکای ما میگن که به خدا دادگان ستیزه مکن که اونها را خدا داده است. اکو گفت دیگر مقصد یعنی شما این عمل هاتون دوام دادن گیرین، خدا خواه همینم به خیر شما هست. اینجا هم حدیث دیگری هم برادرای عزیز و گرامی انا آمده است که حدثنی عبدالحمید ابن بیان الواسطی آمده میاد، بعد از ابو هریره میاد من سبح الله فی دبور کل صلات 33 حمد الله 33 کبر الله 33 آمده برادرای عزیز وقتی 99 بار 33 باری از الحمدلله الله اکبر سبحان الله وقتی میگیم گفت 99 میشود و قال تمام المئه صدمش چی باشد؟ لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه و این كانت مثل زبد البحر. پیامبر ما گفت که وقتی اگر در صدم کلمش شما نمین لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وهو على كل شيء قدير گوین، اگر خطاهاتون مثل اگر همو خفای روی بحر که باشد الله همش مغفرت میکرد. یعنی بینین همین باب در همین صحیح مسلم همه برادرها و خواهرها عزیز در باب دعا کردن آمده است که یعنی دعا اصل شرعی داره. یعنی این خطا نیست که ما نماز که خواندیم ما چیکار کنیم؟ دعا کنیم، دستامون برداریم. دعا کردن منع نآمده است. یعنی این ولی هست در اینجا بسیار چیزا آمده است که پیامبرمون آیت الکرسی میخواندن، سوره اخلاص میخواندن، معوذتین میخواندن، یعنی قل اعوذ برب فلق قل اعوذ برب الناس میخواندن. از این لحاظ یعنی دعا کردن چی بوده است؟ اصل شرعی داشته است. ما باید که بعد نمازم دعا کنیم. ولی در همون سوره نشرح هم الم نشرح لک صدرک همون آخرش فاذا فرغت فانصب و الی ربک فرغب، بسیاری از مفسرها دادرها خواهرها عزیز میگد همینجا الله مهربان میگه وقتی نماز تمام شد اگر رو به نیاز بیا دعا کن، الله را فریاد بزن. برای همین دعا کردن هیچ باکی ندارد. فقط اینجا یک چیزی نازکیش همین است که حتی همین مذهب خودمان، کتابای معتبر خودمان برادرها و خواهرها عزیز میگویند که دعا کردن با طریق التزامیش انامینشا گویم بدعت میشمارن. یعنی لازم دانستنش، یعنی بسیار ضرور دانستنش، که اگر بعضی میبینیم که در بعضی از ممکن قوم ها باشد، مسجد ها باشد، اگر یک نفر حاجت دارد یا ضرورت دارد وقتی ایجاش بلند میشود ما سیاستش میکنیم، نمیمونیمش که ایجاش بلند شود بشی مقصد دعا را بکن، بشی مقصد از دعا خطا مثال به بحران ما گفته. انا همین حالت ها وقتی اگر همین سختگیری ها شود انا همینجا در بعد برادر عزیز بدعت می شود. و الا این دعا کردن این دستا را حتی ما از پیامبر نازنین داریم، میگه پیامبر من لم یدع الله غضب علی، اگر کسی با خدا را دعا نکنه الله را غضب میکنه. برای همین یعنی دعا کردن بعد نمازها را هیچگاه دادرها و خواهرها عزیز ترک نسازیم. کسی میگه بعد نماز دعا کردن مکروه است یا بدعت است یا فلان است، سخن یا هیچ اعتباری ندارد از حدیثایی که شما الحال گوش کردید. سوال دیگری دادن ماه محرم و روز عاشورا کدام روز است و چند روزه باید روزه بگیریم؟ ماه محرم برادرای عزیز امروز من نگاه کردم 24 ذوالحجه، یعنی اگر این ماه برای که ماهای هجری 29 سی میاد، اگر به شرط همین ماه ذوالحجه 29 بیاد روز 20 آگوست اولی روزی ماه محرم می شود. اولی روزی ماه محرم می شود روزی 20 آگوست. اگر به شرط 30 بیاید این ماه ذوالحجه
21 август اولی ماه محرم می شود. یعنی خیلی که در حسابهای میلادی 1 ینور هست، یعنی در حسابهای هجری بگیم سال نو اکو مسلمانی بگیم انامین اولی ماه محرم است. اکو این چی ثوابها دارد، چی گونه روزه گیریم، من در اینجا برای شما از حدیث ها میخوانم. پیامبرمان گفتند که ان ابن عباس، حدیثی هم بخاری است هم مسلم، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم صام یوم عاشورا و امر بصیامه. خود چون همین دهم ماه محرم روزه میگرفتند و امر کردند که شما هم روزه گیرید. برادرای عزیز، از بس که اکو در این ماه محرم هم همون شهادت امام حسین هم که در این ماه محرم هست، یعنی روزه ما به خاطر بگیم که تعزیه و یا به خاطر مصیبتی که به سر امام حسین آمد به او خاطر نیست. یعنی در اهل سنت برادرها و خواهرای عزیز هیچ وقت یعنی ما عزاداری برای امام حسین نداریم یا قید کردنی بگیم یا همون روز خودمون غمگین بگیریم، لباسای سیاه پوشیم یا مثل اهل تشیع مقصد زنجیرها گرفته و در پشتاشون میزنن. این در اهل سنت ما و شما این کارها همه حرام و همه این کارها نادرستند. برای همین فقط ما روزه بگیم این روزه ماه محرمه به خاطر چی میگیریم؟ به خاطر که وقتی پیامبرمان مدینه آمدن دیدن که یهودی های مدینه روزه میگیرن. گفت برای چی روزه میگیرین؟ گفتن همین روز پیروزی حضرت موسی علیه السلام بر بالای فرعون لعنت الله علیه است. وقتی این سخن گفتن پیامبرمان گفتن آخی به موسی از شما دیدم من نزدیکترم. از این لیاز حضرت چون روزه گرفتن و اصحاب هم امر کردن که روزه بگیرین. اکو چی ثواب دارد؟ پیامبرمان گفتن که ابی قتاده رضی الله عنه میگن ان رسول الله صلی الله علیه و سلم سئل عن صیام یوم عاشورا. گفتن اگر همین دهم روزی ماه محرم روزه بگیریم خدا به ما چی ثواب میده؟ پیامبرمان گفتن که یکفر السنه الماضیه، یعنی برادرای عزیز یک ساله همون خطا و اشتباه و لغزشایی که پیشتر کرده بودیم خدای مهربان به طفیل همین یک روزی که از دهم ماه محرم ما و شما روزه میگیریم الله میبخشد. حدیث دیگری از عبدالله ابن عباس است. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع. این هم حدیث مسلمه. گفت اگر به شرط سال آینده زنده مانم هر آینه نهم ماه محرم روزه میگیرم. زیرا اصلا پیامبرمان که همه وقت میخواست عبادت مسلمان ها از عبادت یهودی ها فرق داشته باشد و گفتن که شما میتونید که یعنی نهم دهم بگیرید یا میتونید دهم یازدهم بگیرید یا میتونید نهم دهم یازدهم بگیرید، یعنی خلاف همان روزه داشتن مردم یهود شود و انشاءالله در این ثوابهایی که خواندم شما موفق میشید. سوال دیگر، اسم عبدالله را با اسم محمد عوض کنی گناه است یا نه؟ هر دو نام های زیبا هستند، هم نام عبدالله و هم نام محمد، هر دو نام های زیبا هستند. برای همین هر کدامش که در کسی گذاشته شدگی باشد عوض کردنش اجازت نیست، زیرا هر دوش نام های زیبا هستند. پیامبر هم گفتند محبوب ترین نام به سوی خدا عبدالله عبدالرحمن است و البته نام محمد این مقدم است، ولی مادامی که پیامبرمان محبوب ترین نام عبدالله را گفتند ما دیگر مقصد حاجت به عوض کردنش نیست. سوال دیگر، من یک زنی مهاجر از شوهرم در سن 17 سالگی و شوهر برآمدم. 6 سال زندگی خوب داشتیم. صاحب یک پسر شدم. شوهرم به مهاجرت رفت. در خانه خوشتامنم بسیار عذاب میدادند، اما من به شوهرم نمی گفتم. بعد برگشتن شوهرم 2 ماه زندگی کردیم، حامله دار شدم.
صاحب دوگانیک یک روز شوهرم به خانه خبرگیری خانه مادرم برد و جوابم را داد. هر قدر زاره کردم گفت نه، رفته کودکایت را ابورت کن. گناهم را نگفت. بعد 10 سال جدا شدنمان زن برادرش آوازه کرده است که گویا من با مرد 50 ساله کدام زرگری می گشتم. من زن نمازخوان بودم، از خدا می ترسیدم. حاضر صاحب شوهر و یک پسر دیگر هستم. آیا من برای ابورت همان دوگانیکا گناه گرفتم یا نه؟ خب خواهر عزیز، البته برای همون ابورتی که شما کردین اگر بی عذر باشد، عذر ابورت همیه که وقتی که همون کودک تولد شود با زیان مادر، زیان مادر که اگر تولد شود شاید که یگان ضرر به جسم مادر بیاد. مثل که بعضی ها سوال میکنن که دکترها گفتن که اگر همی کودک از تو تولد شود او چی میشد؟ شما نابینا میشین. این حالت اجازت است که او را ابورت کنن. لیکن اینه که شما کردین حقیقتا شما گناهگار شدین. در این حالت گپی شوهرم باید شما اطاعت نکنین. وقتی گناه اگر پیش خداوند باشد، اینجا در هیچگاه مقصد شما را اگر شوهر به همون گناه هم که دلالت کند، شما باید سخن شوهر قبول نداشته باشید، زیرا در پیش الله گناهگار شدید. اما لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، شما مخلوق اطاعت نکنید وقتی که خالق در گناهگار میشید. از همین لحاظ کار شما گناه بود، اگه کار شدگی شده است، من بچه توبه کنین. انشاءالله از خدا امید است که هرگاه انسان توبه به سوی خدا کند، الله او را میبخشد. سوال دیگر، دو بچه را یا دو دختر را در یک روز توی کردن اجازت است؟ آیا به بخت اونها یگان زیان نمی رسد؟ بسیاری از برادرها و خواهرها از من سوال میکنن که آیا در یک روز من دو دختر ما شوهر تیم یا دو بچه ما زن تیم، آیا اینها در شریعت اجازتن یا نه؟ زیرا کلانترهای پیشین میگفتن که اگر دو فرزند زندار یا شوهردار کنی، یکی از اونها بدبخت میشده است. نه، اینها هیچ اساسی ندارن. این سخنها اکو خدا رحمت کنه کلانترهای ما را، دیگر اکو ما ایستاده و اونها را ایراد نگیریم، اونها را کمبوچانه نگیریم. خب اونها را مقصد اکو سنگ نزنیم. میلش چیزی گفتن نگفتن، شاید از روی نادانی گفتن، از روی نافهمی گفتن، انشاءالله اینا عوف هستن. ولی امروز که خدای مهربان شکر میکنیم که همه این سوال ها به خودشون جواب ها دارن. برای همین یعنی 2 فرزندداری، 3 فرزندداری، یعنی عدد یگان مقصد نقش نمیبازد. شما میتونین که در یک روز 2 کلین 3 کلین یا مقصد در همون روز هم میتونین دختراتون شوهرتین، میتونین نبیره هاتون مثلا ختنه سوری کنین. یعنی چند توی اگر یک جا شود انشالله برکت زیاده. یک سبکی های بین یسیرو ولا تعسیرو، بشیرو ولا تنفرو. الله مهربان همیشه برای شما آسانی میارد، مشکلات نمیارد. پیامبر گفت بعثت میسرین ولم تبعث معسرین. آمدم که آسانی بیارم، نه آمدم که مشکلات بیارم. برای همین این آسانی ها هست. مادرها و خواهرای عزیز، اینا انشاءالله یگان زیانی به شما نمیشود. سوال دیگر، برای ریش برآوردن کریم ها هست، آیا استفاده کنیم اجازت هست؟ یعنی نفرهای هستن که میگن ریش نداریم ولی کریم برآمده است که همون را میمالی مقصد ریش پیدا میشود. یا آدمایی که موی سر ندارن، موی سر میمونن، یعنی انشاءالله یگان زیان ندارن. شما اگر برای مثال خاطره که ریش برارین، سنتی از سنت های پیامبر شما احیا کنین، انشاءالله بهترین می شود. به موی سرها هم اگر موی سر هم که مانن، اینجا دیگان در بگیم که خلقت خداوندی، در یعنی گویم در آفرینش الهی، شما یگان چیزی را اضافه نمیکنین، یگان چیزی را زیادتی نمیکنین. فقط ماها گفته بودیم که اجازت نیست اینکه وقتی مادرای ما مقصد انا
دندانهاشون باریک میکنن، میده میکنن، تغییرات میدارن، یا اینکه در مویهاشون مویهای اضافه علمه میگن، اونها را مقصد پیوست میکنن. انا اینها چیزهایی که یعنی زیادتی میکنین شما، انا این گناه است. ولی اینه که شما گفتین این هیچی باقی ندارد، درسته، از اینها استفاده کنید. خب سوال دیگر، در یکی از شهرهای روسیه، اینجا ده هم نامشا گفته است هم شهرشا، اما من از وقتش یک عادت داشتم برادرها که نام کسی را هیچگاه در موعظه هامم نام نمیگیرم و هیچگاه ادرسی او را هم فقط انشاءالله من سوالی که دادم برای شما بیان میکنم، شما مقصد از جواب خودتان خلاصتان را میبرانید. یعنی در یکی از شهرهای روسیه یک ملا آمده است، میگه همه را حکم به کفر میتید. ما از داملاهای خودمان پرسیدیم، میگه گپی او را گوش نکنید، کلاناتان قطعی مصلحت کنید، نمانیدش که گپ زند. اگر همین کار کنیم گناهگار نمیشویم. یعنی نفری در یکی از شهرهای روسیه مقصد برآمدها میکرده است، مردم حکم به کفر میداده است. و این برادرها میگد ما از همون داملاهای خود ما پرسیدیم، یعنی از همون شاید منطقه های خودشان پرسیدن، اونها مقصد سخنهای این ملا را رد کردن و گفتن که با همون رهبراتون و سرداراتون مصلحت کنید، مقصد پیش راه این خیل نفر را بگیریم. اینها میگن آیا بگیریم انا گناهگار نمیشه؟ مادامی برادرها از داملاهای خودتان پرسیدین، شما با آنها همه مثال مسئله ها را روشنتر و واضحتر گفتید. اونها که با شما مقصد داملا باشن، اهل فهم باشن و شما که مصلحت داده باشن، البته پیشگیری خوبه. اگر بینید که یک نفری که بسیار مقصد هست گاه میشد انسان از همون اسلوبی که باید استفاده کند که در دعوت چقدر آدم باید با احتیاط باشد، از همون دایره میبراید. ما از پشت این خیل برآمدها در همین تاجیکستان برادرای عزیز بسیاری از مشکلات ها در روبرو شدیم. بسیاری از نفرهای میکروفون ها در دست گرفتن، منبرها را گرفتن، در مقصد محفل ها برآمدهای کردن که حتی گوییم که دیگر سبب بدبختی بسیاری از مسئله و مسائل همین ها شده گیند. برای همین در این مسئله ها حتی بین جناب ابولیث سمرقندی خدا رحمتشان کند، عزیزای خدا یا عالم های معروف و مشهور بودن، میگفتن نفر امر معروف کرده میتوند که 5 چیز باید با خود داشته باشد. یکم علم داشته باشد، دوم دعوتش خاص به خاطر خدا باشد، یعنی از دعوتش یگان غرض و مقصد هست که در دعوت ها آدما بسیاری آدما را هدف خودشون با قرار میتین، بسیاری نفرها را با میشنوانند، بسیاری آدم ها را مقصد سنگ میزنند. در دعوت ها مقصدناک دعوتش. ابولیث سمرقندی میگه یکم علم داشته باشد، دوم دعوتش خاص به خاطر خدا باشد، سوم وای ملایم صحبت کند، ملایم نرم صحبت کند، یعنی بسیار آرام صحبت کند. چهارم میگه در همین راه دعوت صبر داشته باشد. پنجم به آن چیزی که خودش میگوید باید عمل کننده باشد. یعنی اگر از این 5 چیز داعیا و همون واعظای ما برخوردار باشند، حق دارن که دعوت کردن بگیرن. نداشته باشن انا بعد همین تلاطم ها را میارن. من در چندین جایهای از روسیه اکمن سفرام بسیار بود، با همرام شایدا هم دارم، در بسیاری از شهرها از همین ملاهایی که مثال حتی نامشون شیخ و نامشون مولوی و نامشون نمیدانم کدام دیگر چی عنوانهای در خداشون گذاشتن که مردم از اینا مانده شدن. برادر عزیز و گرامی، شما میدانید که الله مهربان در قرآن چی گفت؟ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولی. ای محمد،
اگر تو دل سیاه می داشتی، اگر تو اخلاق رذیله می داشتی، اگر مقصد سخنهای قبیح و درشت و سخت می داشتی، مردم در گردی تو جمع نمیشیدن. یعنی ماداری که تو یک دل بسیار پررحم داشتی، تو یک صحبتهای بسیار آرام و نیک داشتی، بین بسیار یک اخلاق زیبا که داشتی، مردم در گردی تو جمع شدن. نخواه برادرای عزیز، تو رفته مثال چند سالی که خوانده باشی، در کجایی که نخوانده باشی، مردم در گرد سخن خدا و پیامبر باید مثل همون زنبوری که در گرد عسل جمع شوند باید همچنان باشند. چقدر باید میل داشته، محبت داشته باشند، برای گوش کردن مقصد دویده و پیش تو را بیان، نه اینکه از سخنهای تو نفرت پیدا کنند. از بس که انمون گوییم که شما که همون خاصی همین راه نیستین، یا شما که در همین برای دعوت، برای مردم مثال به سوی خدا نزدیک کردن خداتان که احتیاج دارین، خداتان که ناپخته این، پس همین مردم نفرت پیدا میکنن، همین مردم ناراحت میشه. الله مهربان در سوره طه آیت 43 و 44 را بخونین. خدا چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشی. خدا میگه حضرت موسی را همراه برادرش سپارش داد، بریم پیش فرعون. انه طغى، و الکی دعوای ربوبیت دارد، دعوای یکتاگی دارد، دعوای خدایی دارد. یکی وقتی حضرت موسی را گفت نزدش در آمدی، فقولا له قولا لین. ببین وقتی رفتی با سخن ملایم، با سخن نرم، درشت نه، با او صحبت کن. لعله یتذکر او یخشی، شاید همین صحبت نرم تو او را یا به یاد من بیارد یا در دلش ترس از خدا پیدا شود. حضرت لقمان برادر عزیز فرزندش چی گفت؟ یا بنی اقیم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. صدق الله العظیم. خداوند به سخنهای حضرت لقمان آورد. بچه اکشه گو بچم نمازات بخون، مردم امر معروف و نهی منکر کن و بدان بچم که صبری در این راه دین بسیار یک اجرهای بزرگ داره. ولا تسعر خدک للناس، بچم هیچ وقت با مردم معامله زیش نکو، هیچ وقت در بین مردم کتگی نکو، هیچ وقت هوا بلندی نکو، هیچ وقت ناپسندی نکو و هیچگاه در راه هم که رفتی بین عادی راه بگرد، مثل آدم راه بگرد. یعنی هیچ وقت تکبرانه راه نگرد، خودت را از دیگران بالا و بهتر ندان. عزیزای خدا میگن کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. بین در بین این قدر صحابه های پیامبر وقتی سعد ابن معاذ از دنیا گذشت، پیامبرمان گفت حتی عرش خدا لرزید. در بین همین اصحاب پیامبر در نسبت سعد ابن معاذ که از این در صحابه های با جلیل و قدر بود، لیکن در این گو عرش الهی گفت لرزید، گفت ملائکه ها گفت در مقصد نماز جنازش حتی ملائکه ها تابوت برداشتن. کس نمیداند در این بحر عمیق سنگریزه قدر دارد یا عقیق. ان الله لا يحب كل مختال فخور. گفت بچم خداوند آدمی تکبر و هوا بلند دوست می‌دارد. بعد در ادامه سخنش چی گفت؟ وقصد فی مشی، بچم راه در میانه را قدمکات خشرو بمان. واغضض من صوتک، بچم کی که سخن گفتی آهسته سخن بگو. این انکر الاصوات لصوت الحمیر، زیرا بچم بدترین آواز، دلخراشترین آواز، آواز خره. زین لحاظ یعنی من برادرای عزیز و گرامی
در برابر این چی گفتنیم؟ شما بینید که اگر همون صحبتایی که وای میکند یعنی عاقبت یگان فتنه و یگان بدبختی را بیارد، شما حرکت کنید پیش راه اینها را بگیرید. زیرا من در روسیه هم بودم، در بعضی شهرهاش بودم که از حساب انامی خیل برآمدهای نادرست مسجدها را حتی در روسیه که مسجد نمیبندن در روسیه مسجد بستن. یک قصه را برای شما میکنم، همینجا دعا میکنم. میگه یک نفر نزد هارون الرشید در آمد، اهل علم بود. هارون الرشید از بس که خلیفه بود مشغولیتش زیاد بود، این حضرت در آمد و گفت نماز عصر تخواندی؟ گفت نه. گفت آخه تأخیر شده از وقت، مقصد یک کمی باقی بود، وقت بود که هارون الرشید ترک نماز نمیکرد. دیگر میگد این همه هوایی شد و دیگر هارون الرشید سیاست کردن گرفت. بعد گفت هارون الرشید هم که عالم بود، هارون الرشید هم به طرف این مردک گشت گفت انا، گفت من بدترم یا فرعون؟ گفت این گپ نگوین. گفت آخه او بدبخت بود فرعون، شما یک آدمی صالح هستین. گفت تو بهتری یا موسی؟ گفت البته. گفت من کیم؟ گفت در برابر موسی. گفت خیلی نمیخوانی همون آیتی سوره طه را که خداوند موسی را با فرعون گفت خیلی معامله کرد، تو چی قدر گفت آوازی بلند میکنی، چی قدر درشت با من صحبت میکنی؟ معنای اینها این است که برادرای عزیز صحبت یاد بگیرید، صحبت یاد بگیرید. در صحبتاتون با احساسات داده نشین. اگر مزد نیست، اگر بیماری، اگر مقصد آدم احساساتی، شما در این مسئله ها باید که احتیاط کنید. زیرا از پشت همون احساساتی، از پشت همون بیماری با احساسات دادن شدنی تو، یا مقصد نمیدانم همون یگان خصلت‌های بسیار سبک بودن یا غضبناک بودن، ببین چقدر زیان و ضرر می شود. برای همین برادرای عزیز این مسئله را شما خداتون میدونین، از همون علماتون بپرسین. همون مسئله‌ای که میگفتی اگر کوکو در کدام مسئله شما را مثال حکمی به کفر داده است، شما اینجا در روشن‌تر میگفتین تا من مقصد در اطراف او با شما یگان صحبت میکردم. اینجا انشاءالله من صحبت مقصد میکنم. برادران عزیز و گرامی، خدا همه شما را عمری دراز بتد، ایمان کامل تید و الله مهربان همیشه در پناه رحمتش نگهبانتان باشد. چیزی میگویم برادر عزیز والله بالله تالله به خاطر خدا میگم. فقط و فقط میخوام که از این صحبت ها و از این مقصد رساندنی ها برای شما یگان بهبود و خوبی و خیری شد. من در یگان تایید نه غرض دارم و نه بدبینی دارم. الله جمیع آفتا همه شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.